السلام علیکم اهل گروه. امیدوارم که همتون صحت سلامت هستین. اینه سبزی که ما کویدگیم تخمی گالندیا ها دیر کویدیم. ما در شهری وحدت زندگی میکنیم. برای ما دیرتره. نه همین خیلی هم دیر کویدیم و فرقیت بیوگاموس گفتنیم. این همین سبزی دا بیوگاموس انداختگی. دیدین؟ کبود شده بلند شده. همش تا اینجا 14 جویه دا بیوگاموس انداختگی. الان این طرف اینه موندگی 25 جویه چند جویهش ده پروبی محلی انداختگی. من پروبای خمون ایلا کردم من دادیم از زمستون پیش انداختگی. این خیلی تنک برآمدگی نگوین. خودم زدگیم شپیدگیم دور شت میشه. تنکش 100% فرآمدنش. لیکن عملش نظر با بیوگاموس قریب 10 برابر پسته. 10 برابر پسته. اینم یک وقت کویدگیم همشه. این پروبی محلی خمون زدگیم. الان اوجا 15 جویه 14 جویه ده بیوگاموس زدگیم. بیوگاموس فرقیتش به نهایت فرق میکنه با ای پاروبای محلی. بیوگاموس نظر به این سبزی را و این سبزی قریب 1 برابر هم بلنده هم کبوتایده. همین کب میگن کبوت میگن سبز میگن چخیلی میگن با زبان تاجیکی. هم پیشرویش دیگه هم بلندیش دیگه. ای برامد که بیوگاموس علاج باشه هم چیزی کدنی باشین بیوگاموس قدی بکنین بچه. صحت سلامت باشین. قربان علی از وحدت.